خونه بیبیش سلامت جان؟ دوا جانت کنی؟ در بالا در خونه مادرت چی؟ در بالا در بالا؟ فکر کنم دیر شدن مسلم خان با خودت اینقدر عصبی نکن اون نزد مادر میروی کتابا رو میبریم هوای تازه میگیریم 10 روز 15 روز او برای سلامتی فرزندو هم نست کن خونی یک ماه نیست مسلم خان تو چیزی که خواستی من برایت کردم تو دیگر چی میخوایی؟ چی؟ گمان میکنی که من نمیفهمم تو مرا فریب کردن نمیتوانی تو مرا برده به خونه مادرم میمونی و خودت جولان کرده میگردی نه این لحظه به کار نمیرود من به هیچ کجا نمیروم میفهمی به هیچ کجا نمیروم خواهی به من رفتن گیر من به هیچ کجا نمیروم مسلم خان و تو خودت ناز میدونی که من دیگر با وی نیستم چی؟ نوش را یافتی به خانه نبیار به خانه نبیار خانه ام را حرام نکن نخواهی برآمده رو نبینم و نسوزم مسلم خان آرام شو جونکم آرام شو آخر باید در بیرون راننده منتظر است فرزندانمان انتظار هستند آرام شو رفتیم عصبهای تو رو هوای دیه آرام میکند رفتیم جونکم رفتیم باز وعده های دروغت از دو سر من با تو باور نمی کنم مسلم خان برای چی؟ برای اون که تو بارها وعده کرده ای و با وعده‌ات وفا نکرده ای وای مسلم خان سلام شبنم این من گوش کن شبنم امروز ساعت 5 با میخوریم همراه کودک‌ها به دیه رفتن قریب 20 روز در خانه نیستن بله خانه خالی دیگر خانه در اختیارمون میشود 10 روز 15 روز حتما بس نگاه کن ساعت 5 منتظر باش خب خیر سلامت باش راسم بچه ها می ایستند و من پس میگردم چه پس میگردی؟ ما مصلحت کرده بودیم که 10 روز 15 روز میستی او هوای تازه کودکان هوا میگیرن راحت میکنن نمی ایستم نه 10 روز نه 15 روز نه 1 روز نمی ایستم دلم نمی بردارد من با تو دیگر باوری ندارم ای از حد گذراندی
تو که چی نگفتن از حد گذروندی؟ من از حد گذراندم یا تو؟ янга дар назди бачаҳо ин хуб не. تو سعید به هر آش قطیق نشو. رانندگیت رو دان. بچه ها به جنجالی ما عادت کردگی. تو بس میکنی یا نه؟ از سهر گوش و ماینم رو خورده؟ یک اندیشه گو یک فکر کن تو چه انسانی؟ اندیشه رو چی؟ اندیشه رو من کنم. اندیشه رو باید تو کنی. تو چی؟ فکری فرزندهایت رو نکردی؟ مایلش من آخر دخترت صنف 6 گذشت. تو حال در مکتب عمومی میخواند. فرزندان دیگران باشند. زبانهای خارجی میآموزند و فرزندی تو باشه در مکتب عمومی. حتی فکری فرزندهایت را نمیکنی. اندیشه رو من نه. اندیشه رو تو باید کنی. با این حال به خانه روید از حال شما میترسن янга. سعید التماس تو قطعی نشو. گفتم که عاقبتش خوب نیست. تو را حالا مورچه نگزیده است. تو چی بودنی زندگی رو نمیفهمی. چی بودنی حول ویرانی رو تو نمیدونی سعید. خدا این چی بختی تو. این چی روزی سیاه به سرم آمد. تو بس میکنی یا نه؟ از سهر گوش و ماینم رو خوردی. بس میکنی یا نه؟ بس نمیکنم. نگه دار. نفسم تنگ شده است. نمیتوانم. سعید التماس ماشین را نگاه دار. برای چی؟ نمیتوانم. نفسم تنگ شده ایستاده است. نگه دار. التماس نگاه دار سعید. من آرام شد. تو چیکار کردنی هستی ها؟ و تو در این بیراهگی چیکار میکنی؟ تو میفهمی یا نه؟ در رو با ماشین میرویم. من با تو به هیچ کجا نمیروم. میفهمی؟ به هیچ کجا نمیروم. 3 سال باز تو مرا خونی جگر کرده ای. میفهمی؟ شرمنده و شرم سهرم کرده ای. در نزد مردم سرم را برداشته نمیتوانم. این چه روزی سیاه بود که تو به سرم آوردی نصیب. گناهگار من، لیکن آخر در اینجا جای این خیل گپا نیست. آخر بیاشین، خواهش میکنم بیاشین با ماشین. من به هیچ کجا نمیروم. تو قدم تاب شد نصیب. من هم با یک آرزوی امید به تو به شوهر برآمدم. زندگی خوب داشتم آخر نصیب. زندگیم رو حرام کردی. شرمنده و شرم سارم کردی نصیب. من به هیچ کجا نمیروم. من از دیگران چی کمی داشتم نصیب؟ چی؟ یگان بار آمدی؟ خانه تازه نبود، لباست افلاس بود، یا خوراکت تیار نبود نصیب. آخه زندگی شیرینم رو تلخ کردی نصیب. میفهمی؟ تلخ. با چی آرزوی امید من به تو به شوهر برآمدم. زندگیم رو تلخ کردی. میفهمی؟ این چه روزی سیاه بود که بر سرم آمد. آخر از تو این خیل امید نداشتم نصیب.
چی گپ نزن همین کار رسمی. ای برادر این چی کاری کرده بود؟ اگر حالا یگان فاجعه روی میداد چی کار میکردی؟ من این رو منتظر نبودم میفهمی یا نه؟ این زن دیوانه شده است. این زن دیوانه شده است؟ دیوانه تو؟ این زن نه؟ عقلت در جایش هست؟ بس کن. بس کن. سعید لابد یک لحظه چی گپ؟ من تو رو ساعت 3 منتظر میشوم. نفهمیدم برای چی؟ اگر خواهی که من اویلا ویران نشوم و فرزندان من صغیره نمانند باید ساعت 3 بیایی. آخر ما و تو 10 سال در یک صنف خوانده ایم. 15 سال است که نان و نمک خور هستیم. تو باید به من یاری رسانی سعید. مالش همه‌اش رو بد میفهمی. چرا به خانه خسارت ندار اومدی؟ دیروز رفته بودم. بعد این وقتا دیگر پایم آمد میشه. خب حالا به کجا حیکنم؟ حالا من و شبنم رو به طرف خانه میبری؟ انا بعد به تو جواب. چی شد؟ مسلمه بانو در خونه هیچ کس نیست. آنها حالا ناومدن. من حاضر. تو در یک اونجا پنهان شو. شبنم بفرمایید. عزیزم چطوری؟ خوبی؟ عزیزکم خوش آمدی. شبنم من برای تو چی بیارم؟ قهوه میخواهم. قهوه؟ ها. من برای تو او از آسمان ستاره میارم. آسر تو منتظر باش. قهوه که آورده انا بعد میرقصیم. خب مالش. میرقصیم. ها البته. بله. خب آسر من میام. خب
شبنم این کجا رفت؟ شبنم شبنم جین بود پری بود پریزاد بود کجا رفتی؟ یک بار دیگر جنبی بوغی کرده میکشم. مسیما بانو آرومتر. من هم زندگی کردن میخواهم. نفهمیم من هم زندگی کردن میخواهم. هم زن هستی. آخر تو هم زنی. من فرزند دارم میفهمی. من فرزند دارم. من او را دوست میدارم. او را دوست میدارم من. آخر باید فهمی چرا خط نشسته ای. گپ زن. گپ زن. من دختر یگانم مادر مادری پیر دارم. مرا ببخشد به من نصیب لازم نیست و به من مخبول نیست. مرا ببخشد من مادری بیمار دارم. او را طبابت کردن لازم به من پول در کن. پول که لازم بود برای چی بر وقتر نگفتی؟ چقدر پول لازم باشد من میدهم. التجا میکنم ما را به حالمون گذار. من برای کودکانم شده از یگان جنایت دست نمیکشم. میفهمی؟ بار دیگر اگر با نسیم بینمت میکشمت. میفهمی؟ چی گوید ناراضی بوغی کرده میکشمت. ببخشد هرچی گوید ناراضی. خود همین روز بر اومدم میروم دیگر هرگز بر نمیگردم. مرا ببخشد. بیا شوش. بابا فکرم فهمید. خیز از جویت. خیز از جویت. بیا. آرام شد. من فکرم که این دختری بفهم میفهمد. همون بیا. بیا با من. همراهی من میروم. آرام شد. این توی باز کی میشد؟ منم. بچه ها کنی بچه ها در خانه مادرم.